یک داستان عجیبی را من در یک کتاب دیدم. میگه یک مرد را بردن داخل قبرستان، دفنش کردن. این چند جمعه قبلم گفتم، دفنش کردن. بعد از این که دفن کردن دیدم که دو طرفه همین کفنش پاره شد، دو تا گیاه سبز از دو طرفه کفن آمد به طرف دهنش، به طرف دهن همین مرده. تعجب کردن اینهایی که را دفن میکردن، حیران ماندن. بعد از اینکه قبرش پد کردن سریع رفتن به خانه، به پیش زنش پرسان کردن ما یک حالت عجیب از شوهر تو دیدیم. چه حالت؟ گفتم یک حالت از شوهر دیدیم. شوهر تو چیکاره بود؟ چیکار میکرد که خدا این اندازه برش نعمت داده؟ این اندازه عزیز خداست که هنوز قبرش پنهان نکردیم که خدا به ما معجزه نشان داد. ما دیدیم که کفنش پاره شد، به دهنش دو برگ سبز جنتی آمد. زن گفت که همسر من خود که کار نمیکرد، همسر من بی سواد بود، نه لفظ قرآن